حتما تا الان واژه CNC به گوشتون خورده. واژه CNC در واقع مخفف جمله کامپیوتر نومریکال کنترل هست. دستگاه CNC با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده به وسیله کامپیوتر قادر به برش، حکاکی، حفر و ایجاد طرح‌های پیچیده بر روی قطعات چوبی است. ما در این ویدیو قصد داریم برای شما یک نمونه از کارکرد دستگاه CNC رو بهتون نشون بدیم. اگه خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید و منتظر پست‌های بعدی ما باشید.